نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنك أنت العليم الحكيم. حامیم السجده دومین سوره هست از حوامیم سبعه که بعد از حامیم غافر یا بعد از حامیم مؤمن در قرآن کریم هست. به این خاطر حامیم السجده میگویند که در این حامیم سجده تلاوت داریم، یا بعضی گفتند سوره فصلت. بیشتر در قرآن های عثمان طه هست سوره فصلت، چون کتاب فصلت آیاته قرآن عربیه در این سوره بیان شده. اما ابتداءً مناسبت این سوره و ربط این سوره با سوره گذشته با سوره حامیم را عرض میکنیم. در سوره حامیم مؤمن ما این مطلب را خواندیم که در حاجات و مشکلات فقط خدا را صدا بزنید، فریاد بزنید. فادعوا الله مخلصین له الدین. بغیر از خداوند تعالی از کسی نخواهید، از کسی کمک نگیرید، کسی را ندا نکنید. حال در این سوره در رابطه با همین موضوع اشکالی و شبهه‌ای جواب داده میشه. معمولاً در بقیه حوامیم در هر سوره یک سوالی هست، یک اشکالی هست که اون اشکال رفع میشه. اون اشکال اینه که شما میگید غیر از خدا کسی را از کسی نخواهید، غیر از خدا کسی را فریاد نزنید، در حالی که گاهی دیده میشه که شخصی گرفتار هست و غیر الله را میخواند، از غیر خدا استمداد میطلبد، مشکلش حل میشه. یا گاهی چنین میشه که شخصی در خواب میبیند، چیزی را به خواب میبیند که در اون خواب تایید میشه همون مرام شرکیش. در اون خواب مثلا تایید میشه که
از غیر الله حاجت بطلبید، یا گاهی برای خوشنودی غیر خدا نظر و نیازی میده، مشکلش حل میشه. گاهی یکی در خواب میبینه مرشد خودش را و پیر خودش را که بهش میگه در فلان مشکل در نظر و نیاز ما کوتاهی کردی، مشکلت حل نشد و امثالهم. یعنی بعضی از علائم پیش آدم ها هستند که از این علائم معلوم میشه که اگر از غیر خدا ما استمداد بطلبیم مشکل حل میشه. در این سوره جواب داده شده. الله میفرماید و قیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. ما مسلط کردیم برای مشرکین، برای خرافاتی ها، قرنائی، یک سری شیاطینی که همیشه با اونها قرینند، همیشه با اونها همراه هستند. این شیاطین، جنات، اعمال شرکیهشان را آراسته می کنند، اعمال شرکیهشان را از نظر اونها خوب جلوه می دهند. مثلا در خواب بزرگی در خواب نمیاد، شیطان هست که به شکل بزرگی میاد و او را بیشتر در شرک، در خرافات بیشتر تشویقش میکنه. میگه فلان جا شتری نکشتی، گوسفندی نکشتی، مشکلت حل نشد، چند برابر شد، بیا فلان جا بکش، بیا فلان کار را بکن، بیا از فلان استمداد کن، کمک بگیر. لذا اگر چه در خواب ببینید چه در بیداری ببینید، اینها شیاطین هستند که شماها را وادار می کنند. پس این خلاصه مدعای این سوره هست و اشکالی که هست در این سوره پاسخ داده شده، جواب داده شده. این مطلب را باید عرض بکنم که حاجات، همه حاجات را خداوند تعالی حل می کند، اما گاهی انسان فکر می کند که به خاطر فلان عمل شرکی هم شد، فلان خرافات هم شد، در حالی که اینها امتحان الهی هستند. بسا افراد هستند که از غیر الله استمداد می کنند، مشکلشون حل میشه. همین کشف و کراماتی که بعضی ها میگویند ما دیدیم از فلان آستانه، از فلان قبر، از فلان نمیدونم بارگاه، اینها را ببینید در ادیان دیگه هم به همین شکل است. مسیحیان هم وقتی که شما اونها را ببینید هزاران معجزه و کرامات برای شما تعریف میکنند که فلان انسان رفت کلیسا اینجور شد، فلان انسان رفت مریضیش خوب شد، عیسی به فلانی رسیدگی کرد. اکثر اینها مثلا دروغند، ولی بعضی ها شیاطین یک سری حرکاتی برای مردم نشان میدن. شما برید از هندوها بپرسید، اونها هم از این نوع معجزات بلا تشبیه زیاد دارند. میگن که فلان انسان فلان معبد رفت، این شد، اون شد. لذا این که کسی یه چیزی ببیند، خوابی ببیند، صدایی بشنود، نوری را مشاهده بکند، یا مثلا کار غلطی کرد مشکلش حل بشه، اینها هیچ وقت دلیل بر حقانیت اون مسیرش نیست. بلکه وقتی که میخواهید که بدونید که مسیر شما درسته یا نیست، معیار ما قرآن و سنت است. یک عقیده ای را، یک عملی را میخواهید بدونید که این عمل، این عقیده درسته یا نیست، معیار خواب نیست، بیداری نیست،
نور و علامت دیگه نیست. اینها تمام فن و فوتهایی هستن که تو دنیا میتونن باشند. معیار چیه؟ قرآن و سنت. اون عقیده را، اون عمل را، اون رسم را، اون کار را بیار با قرآن و سنت تطبیق بده. اگر دیدی که موافق است، خب بدون که کار خوبی هست. اگر موافق نیست بنداز، تحویل نگیر، ولو اینکه 10 تا خواب دیدی. پس اگر کسی خوابی ببیند که مثلا به او گفته شد شما این شتر را ببر بر فلان قبر بکش، از یک طرف این خواب را دیده، از یک طرف الله تعالی محرمات را که اعلام میکند میفرماید و ما ذبح علی النصب. از محرمات اینه که آنچه که بر نمادهای شرکیه کشته میشه، ذبح میشه، این حرام است. حال ببینید به آیه قرآن عمل میکنی یا به خوابی که معلوم نیست تو خواب شیطانی جنیهی کی بوده کی نبوده. بنابراین الله عزوجل این شبهه را در این سوره دفع میکند که اگر کسی حاجتش حل میشه، مشکلش حل میشه از نظر نیاز غیر الله، از فریاد زدن غیر الله، یا در خوابش چیزی میبینه، این امتحان الهی هست و کسی که او را تلقین میکنه، تشویق میکنه به سوی شرک، اون کسی نیست غیر از قرنا، غیر از شیاطین. شیاطینی که مسلط هستند بر انسان. هر انسانی همانطور که فرشتگانی دارد، شیاطینی هم هستند که سعی میکنند انسان را گمراه بکنند. شما انشاءالله در سوره قاف میخوانید که روز قیامت وقتی که انسان را میخوان به جهنم ببرند، اون قرین، اون شیطانی که همراهش بوده اونجا اظهار تبری میکند. قال قرینه ربنا ما اطغیته ولكن كان في ضلال بعید. اون قرین و اون همدم همیشگی که او را گمراه میکرده، اونی که همیشه او را راه کج نشون میداده، اون میگه پروردگار من این را گمراه نکردم، خودش در گمراهی بود. به هر حال الله تعالی این مسئله را در این سوره مبارکه پاسخ میده. این سوره، خلاصه سوره را عرض میکنم، در ابتدا تمهید از همراه با ترغیبی، مقدمه همراه با ترغیب به سوی این سوره، تنزیل من الرحمن الرحیم. بعد 4 دلیل علی سبیل ترقی در این سوره بیان میشند. بعد از هر دلیل تخویف دنیوی یا اخروی هست، یعنی دلیل خدا ذکر میکنه، بعد از آن بیم میده از عذاب دنیا یا از عذاب آخرت. و 4 زجر با نقل قول، زجر قولی در این سوره الله عزوجل بیان میفرماید و همچنین طریق تبلیغ را، طریق دعوت را الله در این سوره بیان میفرماید. و 3 شبهه در این سوره هست و جوابهای اونها هم هست و 1 دلیل وحی هست. به هر حال الله عزوجل آغاز میفرماید این سوره را هم با حامیم که از حروف مقطعات است. تنزیل من الرحمن الرحیم. ابتداء کیفیت نزول، تنزیل تدریجا، آهسته آهسته نازل شده از جانب ذاتی که الرحمن الرحیم، این منزل است. ما یعنی این مکتوب مال الرحمن الرحیم است، پادشاهی که بس بخشاینده و بسیار مهربان است. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا. کتابون بعضی گفتند که بدل هست از تنزیلون، تنزیلون مبدل منه هست و کتابون بدل هست، از طرف خدا کم کم نازل شده یعنی کتاب. و بعضی گفتند خبر مبتدأ مقدر هست، ای هذا کتابون، این کتابی هست. فصلت صفت کتابون هست
فصلت به اون کتابی گفته میشه که مضامینش مطالبش یک یک بیان میشه، شمرده شمرده جدا جدا بیان میشه. کتاب فصلت آیاته، آیاتش یک یک هست، جدا جدا هست. قرآنا عربیا لقوم یعلمون، قرآنا از نظر ترکیب حال است از کتابون. این کتاب در حالی که قرآن خداست، یعنی خوانده میشه. قرآن به معنی مقرون، خوانده میشه و به زبان عربی هست این قرآن. لقوم یعلمون، مستفیدین از قرآن چه کسانی هستند؟ برای قومی هست این قرآن که اون قوم یعلمون میدانند. بشیرا و نذیرا، این هر دو صفت قرآن هستند. قرآن در حالی که مژده دهنده هست، بشارت دهنده هست، بشارت دهنده برای کسانی که در مقابلش تسلیم می شوند، و نذیرا ترساننده هست در مقابل کسانی که قرآن را انکار می کنند. اما الله عزوجل سرزنش می فرماید، زجر بیان می فرماید، فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. اینجا برای انکار و کفر مشرکین خدای تعالی سه تا تعبیر بیان می فرماید برای اعراض. فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون، اکثرشان از این کتاب الهی اعراض کردند، پس آنها به دلیل اعراض نمی شنوند. چون کسی که نخواهد بشنود نمی شنود، یعنی هیچی از قرآن حالیشون نمیشه. خب سه تعبیری که قرآن بیان فرموده، اولین وقالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعونا الیه، مشرکین گفتند دلهای ما در پرده هست. مکنون به معنای چی؟ پوشیده، در چادری، در پرده، در بقچه‌ای پیچیده شده، مخفی شده. لذا دلهای ما در پرده هست. و منظور چی هست؟ منظور اینه که فقدان استعداد است. ما استعداد فهم کلام تو را نداریم، نمیفهمیم. خب ببینید این را خدای عزوجل با زجر و توبیخ میگه، در حالی که خدای تعالی میفرماید وجعلنا على قلوبهم اکنه و فی آذانهم وقر. خدا میفرماید ما دلهایشون را در پرده قرار دادیم و در گوشهایشون بار. خب خداوند وقتی که میفرماید الان اونها که میگن قلوبنا فی اکنه و فی آذاننا وقر، دلهای ما در پرده هست و در گوشهای ما بار هست، چرا خداوند ناراضی میشه و اونها را توبیخ میکنه بر این کلامش؟ این کلامی است که خدا در حق اونها فرموده. ببینید فرق میکنه مراد خدا با مراد اونها. مراد اونها اینه که ما اصلا استعداد نداریم که هدایت بشیم، اما مراد الله این است که اونها استعدادی که قریب من الفعل است، استعدادی که الان با اون استعداد هدایت بشند ندارن. اصل استعداد را خدا در اونها نهاده. اصل استعداد را خدا برای اینکه اونها هدایت بشند، ایمان را بفهمند، توحید را بفهمند، اصل استعداد را خدا در اونها گذاشته. اما بعداً اونها با عناد اون استعداد را از دست دادند. لذا الان که نوبت ایمان آوردن است، نوبت هدایت است، الان اونها اون استعداد را چی کردند؟ از دست دادند. اما اونها منظورشون اینه که ما از همون اول نبودیم، ما از همون اول هیچ استعداد هدایت نداریم، استعداد فهم کلام شما را نداریم. پس فرق می کند. لذا تعبیر اول اینه. الله می فرماید اونها گفتند در گوش دلهای ما در غلاف است، در پرده هست از آن توحیدی که تو ما را دعوت میدی، مما از آن توحیدی که تدعونا الیه،
تو ما را فرا میخوانی. تعبیر دوم و فی آذاننا وقر، در گوشهای ما بار هست، یعنی گوشهای ما پر شده از بار، از فلز گداخته شده، از سرب گداخته شده، لذا بیشتر جایی برای شنیدن حرفهای شما باقی نمونده. منظورش اینه. و تعبیر سوم و من بیننا و بینک حجاب، بین ما و بین تو ای پیغمبر حجاب است، پرده هست. معنیش اینه که ما اون ور پرده هستیم، شما این ور پرده، مسیر ما با هم نمیخوره، ما نمیتونیم یک عقیده داشته باشیم، ما نمیتونیم در کنار هم باشیم، لذا ولکن ما باش. معنیش همینه، نتیجه هم همینه. فعمل اننا عاملون، تو برای خودت عمل کن، ما برای خودمون عمل میکنیم. تو با ما کار داشته نباش، ما با تو کار نداریم. خب ببین 3 چیز گفتم به پیغمبر، معنیش اینه که تو ما را به حال خود ما بگذار. خدای عزوجل جواب میده. این زجر، این عرض کنم زجر با نقل قول بود، این قولی که اونها گفتند الله عزوجل جواب میده. اول اینکه قل انما انا بشر مثلکم، ای پیامبر اعلام بکن من هم بشری هستم مثل شما، من هم بشری هستم مثل شما. این در واقع جواب سخنشون هست که گفتم بین ما و بین شما حجاب است. چرا حجاب است؟ مگر من از وادی دیگه آمدم؟ مگر من از جنسی دیگه هستم؟ منم مثل شما بشرم، انسانم، ملک نیستم، فرشته نیستم. ببینید در چندین جای قرآن کریم به پیامبر گفته شده که اعلام کن من بشرم. رسول الله صلی الله علیه و سلم و همه انبیا بشر بودند، نور نبودند. صفتشون نور است، نور است به معنی نور هدایت. اما بعضی خرافاتی اعتقاد دارند که از جنس نور بودند، همونطور که فرشتگان از جنس نور هستند. نه خیر، از جنس بشر هستند. در آیات متعددی هست، حتی که مشرکین اعتراض کردند لولا انزل علینا الملائکه، چرا برای ما ملکی نازل نمیشه، چرا فرشته برای ما نمیاد؟ اعتراض مشرکین همین بود که چرا این پیغمبر فرشته ای نیست، پیغمبر بشری است. پس پیغمبر بشر بوده. الان اینجا که پیغمبر میگه قل انما انا بشر مثلکم، اما تحریف اهل شرک و اهل خرافات را بگم که میگویند این آیه و امثال این آیه را وقتی که به اونها گفته میشه، خدا خودش گفته که ای پیامبر به اونها اعلام کن من بشرم. اونها میگن نه، این آیه را شما نفهمیدید، اینجا یک انا مقدر است، یک انا اینجا محذوف مقدره. اصل عبارت اینه قل انما انا، یعنی ای پیامبر برای اینها اعلام کن انا منم، بشر مثلکم، بشر اونایی هستن که مثل شما هستن، یعنی من مثل شما بشر نیستم. العیاذ بالله. این از تحریف قرآن، این همون تحریفی هست که ملاهای یهودی کردند. قرآن صراحت میگه که پیامبر ما بشر هست. اونا هم اعتراضشون اینه که چرا مال هذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، چرا این رسول غذا میخورد، چرا این رسول بازار میره، نیازهایی داره اونجا برای خودش خریداری میکنه. خب این کار چیه؟ بشره نه؟ ملک غذا نمیخوره، نیاز نداره، به بازار نمیره که برای خودش لباس و خوراکی بخره.
پس اعتراض اونها بشر بودن بود. ما هم نباید مثل اونها اعتقاد داشته باشیم که پیغمبر باید نور باشه، باید فرشته باشه، بشر نباشه. نه، بشره. لذا در تفسیر انما انا بشر مثلکم علامه آلوسی نوشته یعنی لست ملکا ولا جنیا، من بشر هستم یعنی فرشته نیستم و جن هم نیستم. لذا چرا شما میگید که بیننا و بینک حجاب، بین ما و بین تو پرده هست، حجاب است، در حالی که من ملک نیستم، جن نیستم. لا یمکنکم التلقی منه، چنان ملک و جنی که برای شما ممکن نباشد دریافت مسائل از اون. چون اگر واقع ملک بود اون وقت ما نمیتونستیم با ملک و با فرشته مواجه بشیم، از اون مسائل بگیریم. لقولهم و هو رد لقولهم بیننا و بینک حجاب، روح المانی. این قل انما انا بشر مثلکم جواب مشرکین است که چی میگفتن؟ بیننا و بینک حجاب. جواب اون سخنشان هست. یوحى الی انما الهکم اله واحد. این جواب سخن اولشون است که گفتن قالوا قلوبنا فی اکنه مما تدعونا الیه. ای محمد دلهای ما در پرده هست، پوشیده هست، ما نمیفهمیم تو چی میگی. این جوابشون است. مگه من چه چیز پیچیده میگم، چه مطلب فلسفی میگم که شما متوجه نمیشید؟ من پیامبر خدا هستم، بشری هستم. یوحى الی، فرق من با شما بقیه انسان ها اینه که به سوی من وحی می آید، به سوی شما وحی نمیاد. من پیامبر الهی هستم، شما نیستید. اما در وحی چیز مشکلی گفته نشده که از عهده شما بر نیاد. اون حاصل وحی، خلاصه وحی اینه که انما الهکم اله واحد، جز این نیست که معبود شما معبود یگانه هست، بغیر از رب العالمین دیگه معبودی ندارید. این وحی است. این کدوم مسئله پیچیده هست که شما میگید ما نمیفهمیم؟ چرا نمیفهمید؟ فاستقیموا الیه. الان طریق فوز بیان میشه. بعد از اون که جوابشون داده شد، الان روش های رستگاری و طرق فوز بیان میشه. اول فاستقیموا الیه، مستقیم به سوی خدا برید، کج نرید. فاستقیموا الیه، مستقیم برید، یعنی راهای کج راهای شیاطینند، راهای کج راهای غیر الله هستند. فاستقیموا الیه تفسیر کردن ای اخلصوا العبادت له، عبادت خودتون را خالص برای خدا انجام بدید، برای کسی دیگه انجام ندید. واستغفروه، این طریق دوم، از او مغفرت بطلبید، از او عذرخواهی کنید اگر در گذشته خدا را ناراضی کردید، در گذشته خدا را رنجاندید، شرک کردید، مغفرت بطلبید. و ویل للمشرکین، این تخویف اخروی است، هلاکت برای مشرکان، تباهی و بربادی برای مشرکان. مشرک کدومه؟ الذین لا یؤتون الزکات. مشرک همونه که زکات نمیده. ولی اینجا مراد زکات مال نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اولا این سوره مکی هست، زکات در سال دوم هجرت مشروع شد. پس مراد زکات مال نیست. دوم کسی که زکات نده مشرک نمیشه. کسی که زکات نده مشرک نمیشه، گناهکار میشه، فرض الهی را انجام نداده، اما کافر نمیشه، مشرک نمیشه. پس مراد از زکات چیه؟ ابن عباس رضی الله عنهما
معتقدند که این زکات مال نیست، این زکات نفسه، زکات جانه. قد افلح من تزکا، رستگار اون کسی هست که خودش را پاک می کند. پاکی اینه که از شرک بدور باشد، پاکی اینه که غیر الله را سجده نکند. پس مراد از زکات چیه؟ زکات جان. الذین لا یؤتون الزکات، مشرک اونهایی هستند که خودشون را پاک نمی کنند بلکه آلودند. چطور آلودند؟ یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس. مشرک چیه؟ نجس است. آلودگی شرک، آلودگی معنوی هست، آلودگی ظاهری مراد نیست. پس الذین لا یؤتون الزکات، ابن عباس میگه الذین لا یقولون لا اله الا الله. الذین لا یؤتون الزکات کیه؟ ویل للمشرکین، هلاکت برای مشرکان. مشرکان کیند؟ الذین لا یؤتون الزکات ای لا یقولون لا اله الا الله. مشرک همونه که به یگانگی خدا اقرار نمی کند، لا اله الا الله نمی گوید، بدنش را پاک نمی کند از شرک، غیر الله می پرستد، خورشید می پرستد، ستاره می پرستد، انسان می پرستد، سنگ و قبر می پرستد، درخت و بت می پرستد، اون مشرک. الذین لا یؤتون الزکات، مشرک اون هست که خودش را پاک نمی کند، یعنی موحد نیست، لا اله الا الله نمی گوید. دو تا صفت برای مشرک اینجا بیان شده. اول فقدان توحید، فقدان ایمان به توحید. دوم فقدان ایمان به قیامت، یعنی نه مبدأ را قبول داره، نه معاد را، نه توحید را قبول داره، نه قیامت را. این مشرک. الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرة هم کافرون. مشرک آن است که زکات نمیده، یعنی خودش را از شرک پاک نمیکنه. و هم بالآخرة هم کافرون، و اونها نسبت به آخرت هم اینها کافرن، منکرن، قیامت را هم قبول نداره. بیشتر مشرکین منکر قیامت بودند. پس برای چنین مشرکین ویل و هلاکت. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. اینجا ویل آمد، ویل به معنی هلاکت. این تخویف بود. هرگاه خدای عزوجل تخویف بیان بفرماید، در کنارش بشارت هم بیان میکنه، در مقابل مشرک از مؤمن هم یاد میکنه. لذا الله عزوجل بشارت برای مؤمن میده. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، همانا کسانی که ایمان آوردند، یعنی اعتقادشون درسته، و عملوا الصالحات، عمل صالح انجام دادن، یعنی عملشون درسته، لهم اجر غیر ممنون، برای اینها اجر و پاداشی هست غیر ممنون، یعنی غیر مقطوع، هیچ وقت قطع نمیشه، هیچ وقت تمام نمیشه. قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمین. در اینجا خدای عزوجل دلیل توحید را بیان می فرماید بعد از رسالت. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. این رسالت بود، نه؟ بعد بحث توحید آمد. لا یؤتون الزکات، توحید را قبول نداره مشرک، قیامت را قبول نداره مشرک. حال دلیل توحید را و دلیل اثبات توحید را. قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض، ای پیامبر اعلام بفرما که ای مشرکین، ائنکم، آیا شما لتکفرون بالذی خلق الارض، آیا کفر میکنید، انکار میکنید اون ذاتی را که زمین را آفرید فی یومین، با وجود این همه وسعت و فراخیش
در ظرف 2 روز. آفرینش و خلقت زمین چقدر طول کشید؟ 2 روز. و تجعلون له اندادا، و برای اون خدا شما شریک قرار می دهید. ببین و تجعلون له اندادا، این واو را بنویس تفسیریه، این واو تفسیریه هست. تجعلون له اندادا تفسیر تکفرون است. اکثر مشرکین به خدا کفر نمی کردن، خدا را قبول داشتند، درسته قبول داشتند، ولی و تجعلون له اندادا، برای اون خدا چی قرار می دهید؟ ند، برابر، شریک. پس کفر شما اینه که شما خدا را اگر قبول داشتید لات و عزات را هم در کنار خدا عبادت می کردید. ذالک رب العالمین، چنانچه این که خالق شما هست، خلق کرد نه زمین را در ظرف 2 روز، این که خالق هست رب هم است. ذالک رب العالمین، این خدای بزرگ رب العالمین است، رب همه جهانیان است. یعنی چنانچه خالق هست مربی هم است، خالق هست مربی هم هست. چطور با این خدا شما شریک میگیرید؟ چند تا بحث هستن، من بعدا عرض میکنم ترجمه تمام بشه تا 1-2 آیه دیگه. بعد از اون که زمین را پیدا کرد، و جعل فیها رواسی من فوقها، قرار داد در این زمین کوها را از بالای زمین، یعنی روی زمین کوه قرار داد که این کوها میخ هستند برای قرار بودن زمین. زمین قرار میگیرد، تکان نمیخورد. و بارک فیها، در این زمین برکات گذاشت. برکات، اشیاء زیادی در این زمین خدا گذاشت، برکات زیادی در این زمین گذاشت که ما روز به روز که به پیش میریم از برکات زمین استفاده میکنیم. دیگه و قدر فیها اقواتها، و مقدر کرد، قرار داد، گذاشت در اون زمین اقواتها یعنی ارزاقها، رزق اهل زمین را. هرچی ما اهل زمین هستیم رزق روزی ما نگران نباشیم که در آینده مشکلات پیدا میشه، نه، رزق روزی ما همه تو همین زمین خدا گذاشته. روز به روز ما کشف میکنیم، روز به روز ما به اونها میرسیم. قدر فیها اقواتها. اما فی 4 ایام، در ظرف 4 روز. اینجا شما بنویسید با 2 روز اول، 2 روز اول هست نه؟ اینم 2 روز میشه، جمعا چند روز میشه؟ 4 روز. ثم استوى الى السماء سواء للسائلین، برابر هست برای سائلین. خب عرض کنم خدمت شما که اول اینو میخوام عرض کنم، خداوند زمین را در ظرف 2 روز پیدا کرد، آسمان را هم در ظرف 2 روز پیدا کرد، و اون چه که در زمین گذاشت از رزق و روزی و ما و صلاحیت های زمین و به اصطلاح دحو زمین که الله فرموده والارض بعد ذلك دحاها، 2 روز اون شد. جمعا چند روز میشه؟ 6 روز. اولا 6 روز یا 4 ایام 4 روز یا 2 روز، خود روز نیستن، به اندازه 2 روز، چون اون زمان خورشیدی نبود، طلوع و غروبی نبود. روز و شب با چی معلوم میشه؟ با طلوع و غروب معلوم میشه، ولی به مقدار همین 2 روز. مطلب دوم اینه که الله عزوجل قادر است، همه مفسرین این نوشتن الله تعالی قادر است همه اینکه آنچه که میفرماید با کن پیدا بکند، با یک کن گفتن و اشاره کردن
اذا اراد شيئا ان یقول له کن فیکون. اما الله تعالی کم کم تدریجا اینها را پیدا کرد، خلق کرد. 6 روز طول کشید. بعضی ها اینجا روز را گفتم مراد از روز روزه که عند رب هست. روزی که عند رب هست چقدره؟ 1000 سال. و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون. یک روز نزد پروردگار از روزهای شما چقدر میشه؟ 1000 سال. پس 6 روز یعنی 6000 سال. بعضی این هم گفتند. علی ای حال چون که اشاره به این 1000 سال نشده، پس ما میگیم 6 روز. چه 6 روز بوده چه 6000 سال، الله تعالی از کن فیکون استفاده نکرد، بلکه تدریجا خلق کرد. چون که الله عزوجل میخواد وانمود بکنه، نشان بده که اونچه که در دنیا و آنچه که در دنیا میگذرد همه بر اساس تدریج است، همه بر اساس کم کم به پیش رفتن است. شما را که الله عزوجل به جای میخواهد برساند، یک شبه نمیرساند، کم کم میرساند. کسی را خدای عزوجل میخواهد مؤاخذه بکند، به عذاب گرفتار بکند، یک شبه نمی کند. سنستدرجهم تدریجا الله میفرما اونها را مؤاخذه میکنیم. پس هر کاری که تو دنیا انجام میگیری، شما که امشب دعا کردی، صبح انتظار داشته نباش که دعای من قبول بشه. همه چیز آهسته آهسته رفته رفته پیش میره. اصلا نظام دنیا بر همینه. کسی را که خدای عزوجل میخواهد منجی عالم قرار بدهد، سید اولین و آخرین قرار بدهد، یک شبه اون را بزرگ نمی کند. اون متولد میشه، دوران طفولیت میگذرد، دوران نوجوانی میگذرد، دوران جوانی میگذرد، 40 سال بعد وظیفهش را شروع میکنند. بعد وقتی که الله میخواهد که در دنیا اسلام بره و منتشر بشه، الله عزوجل در ظرف 1 روز هم میتواند. اما الله عزوجل همه کارهای این دنیا را بر اسباب گذاشته. باید شاگردانی تربیت کند، 13 سال در مکه مکرمه سختی ها شدائد تحمل بشه، بعدا در مدینه طیبه حکومت اسلامی تشکیل بشه، بعدا در ظرف 10 سال دیگه غزوات و جنگ ها، تا اینکه کفار کم کم شکست بخورند. در ظرف 50 سال تمام ابرقدرت ها فرو میریزد، نه ایرانی باقی میماند نه رومی. اینا را الله یک لحظه میتوانست، ولی الله چون مربی هم است، مربی و رب کارش تربیته. تربیت یعنی هر شیء را کم کم و تدریج به کمال رسانیدن. پس نظامی که خدا در این دنیا گذاشته بر تدریج و بر کم کم بودن گذاشته. بنابراین الله عزوجل زمین و آسمان را هم تدریجا پیدا کرد، کم کم پیدا کرد، طول کشید. یک لحظه، یک عرض کنم که با یک امر و با یک اشاره پیدا نکرد. این یک مطلب. مطلب دیگر، و قدر فیها اقواتها. اینا میخوام یک مقداری باز کنم که ما مردم دنیا نترسیم. ما از همکنون که جمعیت ما اضافه شده، تقریبا ترس بدن ما را برداشته. ما الان داریم میگیم که در آینده این زمین که جوابگو نیست، در آینده آبی که در ذخایر زمین هست، این آب نمیتونه جوابگوی این همه انسان بشه. همه شما دیدید در رسانه ها همه پیشگویی میکنند و پیشبینی میکنند که جنگ های آینده جنگ های هست بر سر آب، بر سر حقاب ها، که هر شهری، هر کشوری، هر ملکی میگه این حق مال منه، اون میگه مال منه، درگیری به خاطر آبها شروع میشه. لذا این توهماتی هستند که ما انسانها داریم، پیشا پیش میترسیم. الله عزوجل اینجا اون چیزی که ایمان ما همینه میگه، اون چیزی که به ما نوید داده، به ما خوشخبری داده، اینه که شما هر اندازه جمعیتتون زیاد باشه نترسید فرزند کمتر زندگی بهتر. نه، هر اندازه که جمعیتتون زیاد باشه
قدر فیها اقواتها. الله میدانی جمعیت به کجا میرسد. الان مثلا جمعیت دنیا تقریبا 7 میلیارده، نه درسته؟ تقریبا 7 میلیارده. 200 سال پیش شاید 1 میلیاردم نبوده. جمعیت خیلی کم بوده نسبت به امروز. اون زمان اگر آدم ها تصور می کردند که 7 میلیارد بشه، 7 برابر بشه، اونها زهر ترک می شدند. این همه مردم چطور عبور و مرور می کنند؟ اینا چطور میرند؟ کجا خانه می سازند؟ از کجا میارند؟ الان نگاه کنید خوراکی های امروز را نسبت به 200 سال پیش بهتر شده یا نه؟ سواری ها بهتر شده، خانه ها بهتر شده، امکانات رفاهی بهتر شده، همه چیز بهتر شده. پس معلوم میشه شما فقط تاریخ گذشته بشر را نگاه کنید، تاریخ این زمین را نگاه کنید. در گذشته مردم چی میخوردند، الان چی میخورند؟ خب باید برعکس میشد. الان باید همه از گرسنگی میمردند، چون در گذشته خیلی ها بودند که از گرسنگی مردند. الان این همه جمعیت، ولی امروز ما نمیشنویم کسی از گرسنگی بمیرد. پس الله عزوجل هرچی که جمعیتش بیشتر میشه برنامه ریزی هم میکنه. هرچی که انسان بیشتر میشه برای آب و برای مسکن و برای جاه و برای زندگی کردن الله عزوجل برنامه ریزی میکنه. الله تعالی چه کشفیاتی به بشر داره نشون میده. چند صد سال پیش هیچ که نمیدونست نفت چیه. امروز بزرگترین سرمایه کشورها نفته. امروز معادن انسان ها دارن استخراج میکنند که قبلا کسی در خواب ندیده که از کوه بیاد طلا بتراشه. لذا اینها همه و همه چی اند؟ اینها در واقع معنای این آیه داره محقق میشه روز به روز که ما به پیش میریم. این که ماشین درست میشه، هواپیما درست میشه، قطار درست میشه، این امکانات درست میشه، تمام تسهیلات فراهم میشه و زندگی داره به پیش میره و بشر داره پیشرفت میکنه. اینها همه و همه این وعده الهی است که داره محقق میشه. شما روی این فکر بکنید و اینها را تطبیق بدید. لذا ببینید مفسرین چی گفتن بر همین آیه که وقدر فیها اقواتها. قال عکرمه و الضحاک معنا قدر فیها اقواتها، خداوند در این زمین مقدر کرد اقواتش. اقوات جمع قوت، قوت یعنی رزق، ای ارزاق اهلها. خداوند مقدر کرده رزق اهل زمین را. و ما یصلح لمعاشهم، اون چیزی که برای معاش انسانها مناسب است. من التجارات والاشجار، چه تجارت، چه اشجار، چه منافع دیگر. فی کل بلدت، در هر شهری که ما لم یجعله فی الاخرى، در شهر دیگه نیستن. در یک شهری یک چیز یافته میشه، در شهر دیگه یک چیز. یک شهری خرما هست دیگه چیزی نیست، یک شهری دیگه ماهی هست خرما نیست، یک شهری دیگه دام هست و گوشت هست، یک کشوری دیگه از این چیزا خبری نیست، فقط اونجا برنج هست، یک جای دیگه. این انسان ها را الله عزوجل تجارت و معاش و رفت و آمد را الله تعالی همه را برنامه ریزی کرده تا این ما یحتاج خودش را از اونجا تهیه بکند، اون ما یحتاج خودش را از اینجا تهیه بکند. اینا واردات هم دارن، صادرات دارن، اونها هم بالعکس. لذا الله عزوجل همه چیز را در جاهای مختلفی از این زمین دفن کرده، قرار داده تا انسانها تا قیامت استخراج بکنند و زندگی خودشون را اداره بکنند. ببینید تا اینکه هر یکی در هر شهری هست، در شهر دیگه اون نعمتها را الله نگذاشته. لیعیش بعضهم من بعض بالتجارت والاسفار من بلد الى بلد، تا که بعضی از کنم که زندگی بکنن با بعضی دیگه با تجارت به شهرهای هم دیگه سفر بکنن، سفرهای تجاری داشته باشن، داد و ستد بکنن. اینها همه و همه در واقع مصداق این وقدر فیها اقواتها هست. این عبارت از تفسیر خازن بود
تفسیر قرطبی بود و تفسیر معالم التنزیل هست. خب پس الله عزوجل رزق و روزی زمین را مقدر کرد در ظرف 4 روز، یعنی با اون 2 روز اول میشه 4 روز. سواء للسائلین، این سواء للسائلین 2 تفسیر داره. سواء للسائلین 2 تفسیر داره. تفسیر اولش اینه که مراد از سائلین محتاجین هست. مراد از سائلین چیه؟ محتاجین. پس الله عزوجل می فرماید که سواء للسائلین یعنی سواء للسائلین. الله عزوجل همه اینها را برابر کرده برای محتاجین. ما انسان ها نیازمندیم. اما تفسیر دومش مراد از سائلین سوال کنندگان، اعتراض کنندگان، کسانی که از اهل کتاب بودن، از پیامبر سوال کردند که زمین در چه مدتی آفریده شده. الله جواب داد فی 4 ایام. بعد فرمود سواء للسائلین، یعنی این عدد مطابق هست و برابر است با اون چیزی که سوال کنندگان سوال می کنند. سوال کنندگان کیا بودند؟ اهل کتاب بودند. علی ای حال ثم استوى الى السماء، سپس الله عزوجل متوجه آسمان شد بعد از اینکه زمین را پیدا کرد. الان آسمان را پیدا می کند. و هی دخان، آسمان موادش فقط بود، دود بود، چیزی دیگه نبود. خداوند به آسمان هم دستور داد، به زمین هم دستور داد. فقال لها وللارض، خداوند به آسمان هم گفت، به زمین هم گفت ائتیا طوعا او کرها، یعنی ائتیا به معنی اعطیا، بدهید اون چی که در درون شماست. یعنی اون منافعی که در درون شما من گذاشتم، اون منافع را به مردم، به انسانها بدهید، چه به خوشی چه به ناخوشی، چه با رضایت چه با اجبار. ائتیا تفسیر خازن و معالم گفتند اعطیا یعنی اخرجا ما خلقت فیکما، ای زمین و آسمان اون چه که در درون شما خلق کردم بیارید بیرون. ما خلقت فیکما من المنافع لمصالح العباد، منافعی که برای مصالح بندگان هستند اون منافع را بیارید بیرون، چه به خوشی چه ناخوشی. کدوم یکی را دوست دارید؟ قالتا اتینا طائعین، آنها گفتم پروردگارا ما با خوشی با رضایت کامل انجام وظیفه میکنیم. خب حال اینجا یک بحث اینه که انسان را الله عزوجل تکلیف را به آسمان ها و زمین داد. ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنا. البته یک تفسیر دیگه دارید که همونجا برسیم. اونها مکلف بودن را نپذیرفتند. تکلیف کار سختی هست، اما این وظیفه را که در درون اونها الله عزوجل برای مصالح بندگان صلاحیت های گذاشته، مثلا همیشه به آسمان دستور میده خدا که بباران، اون میگه چشم. به زمین دستور میده که این بارانی که میاد بپذیر، بعدا سبزیجات را بده بیرون، علفزار را بده بیرون، هر چی که در درونت هست زمین انجام وظیفه میکنه. لذا الله به اون 2 میگه ائتیا طوعا او کرها، یعنی هر چی که در وجود شما هست بیارید بیرون، خوشی یا ناخوشی، با رضایت یا با اکراه. قالتا اتینا طاعین، خدایا ما انجام میدیم با رضایت. حال ما یک بحثی داریم اینجا خدمت شما که در جای قرآن میاد، ما همینجا بحث میکنیم و کافیه انشاءالله. اون اینه که ترتیب پیدایش زمین و آسمان چطوره.
از اینجا معلوم میشه که اول زمین آفریده شد در ظرف 4 روز، بعدن آسمان را خداوند آفرید. خب پس زمین اول، آسمان بعدن. از سوره بقره معلوم میشه همین مثل اینه: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. اول زمین را آفرید، بعدن آسمان را. اما از سوره نازعات چیزی دیگه معلوم میشه که الله میفرماید انتم اشد خلقا ام السماء بناها. آسمان را الله بنا کرد. رفع سمكها فسواها و اغطش لیلها و اخرج ضحاها. الله این سقف را بلند کرد و شبش را تار کرد، روزش را روشن کرد. اغطش لیلها و اخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها. زمین را بعد از این الله دحو کرد. دحو یعنی چی؟ یعنی آنچه که از صلاحیت های زمین هستند، اهم از ارزاق انسان ها، اهم از ذخایر آبی، اهم از معادن، اهم از خزائن، اونها را در زمین قرار داد. خب از این آیه معلوم میشه سوره نازعات که بعد از آسمان. از این 2 آیه سوره حمیم از سجده و سوره بقره معلوم میشه که قبل از آسمان. آیا بین این آیات تعارض و تناقض نیست؟ این سوال را وقتی که از رئیس مفسران عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پرسیدند، ایشون این گونه توجیه فرمود و این معما را و این مشکل را حل کرد. ایشون فرمود خدای عزوجل ابتداءً زمین را در ظرف 2 روز پیدا کرد. بعداً خدای تعالی آسمان را پیدا کرد. آسمان چی بود؟ دخانی بود، دودی بود. آسمان را درست کرد. بعد از اینکه آسمان درست شد، این شد 4 روز. بعد از اون در ظرف 2 روز آسمان که درست شد، سقف و حفاظی که درست شد، بعدن الله عزوجل چیکار کرد؟ الله تعالی اون چی که صلاحیت های زمین بود، اون چی که باید در زمین گذاشته بشه، اون را چی کرد الله تعالی؟ اون را در زمین گذاشت. والارض بعد ذلك دحاها. توجه بفرمایید، این عبارت عبدالله بن عباس است. عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه رضی الله عنهما سئل عن الجمع بین آیة السجدة والنازعات. از ایشون درباره آیه حمیم السجده، همین آیه، و آیه سوره نازعات پرسیده شد. فاجاب بان الله تعالی خلق الارض اولا. ابن عباس جواب داد که اولا الله زمین را پیدا کرد، قبل السماء، غیر مدحوه، هنوز دحو شده نشده بود، یعنی برابر نشده بود و اصلاح نشده بود، همون شیرازه زمین بود، خود زمین بود. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 في يومين. بعدا متوجه آسمان شد، 7 آسمان را در ظرف 2 روز پیدا کرد. ثم دحى الارض بعد ذلك. بعدا خدای عزوجل زمین را دحو کرد، یعنی زمین را اصلاح کرد، تمام معاش و مصالح عباد را در زمین گذاشت در ظرف 2 روز. و جعل فیها الرواسي والانهار. و در زمین کوههای گذاشت و نهرها گذاشت و غیر ذالک. پس الان تعارض نیست، ترتیب این طور. ابن عباس میگه فاصل خلق الارض قبل خلق السماء. اصل پیدایش زمین قبل از پیدایش آسمان است. اما و دحوها بجبالها و اشجارها، اصلاح زمین با کوها و با درختان و نحو ذلك بعد خلق السماء، اینها بعد از خلق آسمان هستند. تفسیر اضواء البیان. پس
این ترتیب است. بنابراین هر جا شما میبینید که زمین جلوتر است یا آسمان جلوتر است، فکر نکنید تعارض است، ترتیب به این صورت است. خب الله عزوجل سپس متوجه شد به سوی آسمان. ثم استوى الى السماء وهي دخان، در حالی که آسمان ماده دود بود. فقال لها وللارض ائتیا، الله به آسمان گفت و به زمین گفت ائتیا، یعنی اخرجا ما خلقت فیکما، آنچه که در وجود شما من پیدا کردم بیارید بیرون، طوعا او کرها، با رضایت یا با اکراه. قالتا اتینا طائعین، اونها گفتم ما انجام میدهیم با خوشی با رضایت. فقضاهن 7 سماوات فی یومین، الله می فرماید پس خلق کرد آنها را، اون دود را. الله عزوجل 7 آسمان درست کرد فی یومین، در مقدار 2 روز. و اوحا فی کل سماء امرها، وحی کرد، امر کرد در هر آسمانی امرش را. یعنی چه؟ ببین در این آسمان ها تقسیم هستند، خالی نیستند. ما از همه حقایق خبر نداریم، اما بعضی از کنم که آیات و روایات اشاره می کند که تو این آسمان ها ترتیباتی برای عبادت فرشتگان هست. لذا تفسیر ابن کثیر اینجا گفته رتب فی کل سماء مقررا، در هر آسمانی الله عزوجل تعیین کرده ما یحتاج الیها من الملائکه، اون جایی که نیاز به ملائکه است ملائکه باشند، و ما فیها من الاشیاء التي، و چیزهای دیگری که لا یعلمها الا هو، غیر از الله هیچ که نمیداند. خیلی چیزها هستند فقط از همین اشاره آیه ما میفهمیم که اونجا یه برنامه ریزی هست، تشکیلاتی هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط فرمودند که در این آسمان ها به اندازه 1 وجب جای خالی نیست مگر اینکه فرشته اونجا مشغول تسبیح و تحلیل و سجده است. همهش اونجا ذکر، تسبیح، تحلیل، عبادت. پس عرض کنم که این شرایط آسمان هاست. و اوحا فی کل سماء امرها و زینا السماء الدنیا بمصابیح، الله می فرماید آسمان دنیا را ما آراسته کردیم به وسیله چراغهایی. ببینید فلاسفه با هم اختلاف دارند، علمای هیئت و فلکیات با هم اختلاف دارند، قدیم و جدید. جدیداً میگویند که این ستاره ها در فضا از کنم که معلقند، آویزانند. فلاسفه قدیم میگفتند که این ستاره ها بالای آسمان ها، اونجا که عرش و کرسی هست اونجا نصب هستند، یعنی اونجا بسته هستند. الان میگن نه اینها همه سیارات هستند، اینها دور میزنند. اینها یه سری مسائلی هست که با اکتشاف و با دنبال کردن علما و دانشمندان به اونجا رسیدند. بحث ما اون نیست. بحث ما این هست که خداوند آسمان را به وسیله این ستاره ها مزین و آراسته کرده. چه این ستاره ها در فضا معلق و آویزانند و در حال گردشند، چه این ستاره ها یه جای نصبند، مثل این لامپی که اینجا نصب است. و عرض کنم که یک جا لامپی دارد، اونها اونجا یه جایی دارند. خب این بحث خود عرض کنم که فلاسفه هست، اختلاف بین خودشون هست. قرآن به هیچ یک اشاره نکرده کدوم درسته کدوم درست نیست. قرآن اینه میگه که آسمان مزین شده و همچنین آسمان محفوظ است به وسیله همینها. خب مزین شدنش را شما میبینید. شما شبها برید، بالخصوص شبی که تار باشد،
ماه نباشد، نگاه کن چطور اینا می درخشند، چطور زیبا هستند. الان بماند که برای ما عادی شده. بنده همیشه میگم که اگر این لامپ ها نبودند ما برای بار اول میدیدیم چقدر تعجب میکردیم، ولی الان که دیدیم برای ما عادی هستند، اصلا به حال ما فرقی نمیکنه. این ستاره ها را همیشه ما میبینیم، و الا اگر اینها قبلا مثلا نبودن، یک شب خدا می آورد آسمان، همه انسان ها تعجب میکردن یا سکته میکردند. پس اینها خیلی عجیبند، خیلی زیبایی عجیبی دارد. و ببینید از چه فاصله زیادی، هزاران هزار سال نوری اینا فاصله دارن با ما، هنوز اونطور می درخشن. نورافکن هایی که ما انسان ها درست میکنیم، یک نورافکنی که خوب تا دور نور میده، تمام تعجب میکنن، تعریف میکنن، 10 کیلومتر 20 کیلومتر نورش میره، ولی این چند کیلومتره. اینها واقعا آیات بزرگی هستند. باید انسان فکر بکنه و باید به عظمت پی ببره که این عالم با این دقایق، با این ظرافت ها، با این زیبایی، آیا این خود به خود درست شده؟ انسان اگر تدبر بکند واقعا نتیجه میگیرد. الله همین میفرماید و زینا السماء الدنیا، ما آسمان دنیا را مزین کردیم به مصابیح، به وسیله چراغ ها یعنی ستاره ها، و حفظا، و همچنین محفوظ کردیم. چون قبلا جنات، این بحث را کردم، قبلا جنات میرفتن از ستاره ها، از آسمان ها خبر میگرفتن، الان تا برن از ستاره ها شعله روشن و شهاب ثاقبی پرتاب میشه و شلیک میشه و اون جنیات را، اون شیاطین را چی میکند؟ تکه تکه میکند. لذا الان از ترس نمیرند. و حفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم. چه جالب الله میفرماید این اندازه و این تقدیر متعلق به اون ذاتی است که العزیز، غالب است، هر کاری میتواند بکند، اما العلیم، دانا هست، همه کارهایش از روی علم هست. صدق الله مولانا العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان،